بیننده‌های عزیز، چهره میلاد جمشیدی را در تصویر می‌بینیم. ورزشکاری که انشالله تا لحظاتی بعد بلند خواهد شد و در مقابل یکی از پهلوانانی که از ولسوالی گلران ولایت هرات آمده تا در مقابل میلاد جان جمشیدی قرار بگیره. اگرچه میلاد جان در مصاحبه خودش گفته بود که پهلوانی از ولایت غزنی هست، اما تا به فعلا هم مشخص نیست که پهلوانی که قرار مقابل میلاد جان جمشیدی قرار بگیره کی هست و انشالله تا لحظاتی بعد منتظر یک مسابقه جذاب و فوق‌العاده‌ای خواهیم بود. و اینجا هم میبینیم که میلاد جان جمشیدی ورزشکار تنومند و خوشقد و قامت کلپ پهلوانی انصار آمادگی میگیره تا اینکه در یکی از مسابقات حساس در قند اول مقابل حریف خودش قرار بگیره. امیدواریم که یک مسابقه جذابی باشه تا با شما عزیزان لذت ببریم و از تک تک لحظات این دیدارها با شما کیف بکنیم. نمایی از مردم رو میبینیم که در ورزشگاه کشتی پهلوانی معلم صاحب مرحوم عبدالغنی خلیل آمدن تا این مسابقات رو تماشا بکنن. اینجا همچنان میلاد جان جمشیدی منتظر هست تا حریفی و وارد میدان مسابقه بشه. شما بیننده مسابقات پهلوانی از دریچه کانال یوتیوب خاکساران ورزش هستید. بله، در این سمت از میدان میبینیم که این پهلوان یا حریف میلاد جان آمادگی میگیره تا اینکه در مقابل میلاد جمشیدی وارد میدان مسابقه بشه. امیدواریم که مسابقه جذابی باشه. این پهلوان هم خوش قد و قامت هست و قد بلندی داره و در مقابل میلاد جمشیدی قطعاً که یکی از پهلوانای قدرتمندی خواهد بود که مقابل میلاد جان جمشیدی قرار میگیره. بله، این پهلوان آمده تا لحظاتی بعد در مقابل میلاد قرار بگیره. همین چهره در تصویر مشاهده میفرمایید. بله بیننده‌های عزیز، میلاد جمشیدی در مقابل سلمان الحق، ورزشکاری که در مقابل پهلوان هراتی قرار گرفته، هر دو آمادگی های خودشان میگیرند تا اینکه به پهلوانی بپردازند. سرمربی سلمان الحق آمد و نکاتی را هم یادآوری کرد. حاجی هارون جان شمس و همچنین استاد فیروز احمد غزنوی از جمله کسایی هستند که قضاوت این مسابقه را بر عهده دارند و مردم هم همچنان منتظر این هستند تا این پهلوانی بین میلاد جان جمشیدی و سلمان الحق جان پهلوان آغاز بشه و مردم هم کماکان استرس و استراب دارن. البته کسایی که طرفدار میلاد جمشیدی هستند و کسانی که طرفدار سلمان الحق پهلوان هستند. هر دو اینجا کمربندهای کشتی یکی دیگر آماده میکنند تا اینکه در تقابل با یکی دیگر قرار بگیرن. میلاد جان جمشیدی انشالله جمعه آینده نه بلکه جمعه بعدی او در مقابل یکی از پهلوانان جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و امیدواریم که مسابقه جالبی باشه و میلاد جان جمشیدی بتونه نتیجه خوبی رو کسب بکنه. و اینجا استاد فیروز احمد غزنوی در نزدیکی دو پهلوان حضور دارند و نکاتی رو برای هر دویشان یادآوری میکنند تا اینکه بالاخره این مسابقه برگزار بشه و دو پهلوان بتونن از چمه‌هایی که دارن و از فن‌هایی که دارند استفاده بکنند. شما بیننده مسابقات پهلوانی از دریچه کانال یوتیوب خاکساران ورزش هستید
مسابقه‌ای که تا لحظاتی بعد آغاز خواهد شد. امیدواریم که با شما عزیزان لذت ببریم. نمایی از مردم و تماشاچیان حاضر در ورزشگاه فدراسیون کشتی محلی ولایت هرات در تصویر می‌بینیم. مردمی که همچنان منتظر این هستند تا این مسابقه آغاز بشه. شما اینجا کشتی نداریم، بلوچی بشید. کمربند کشتی هم شما کنید بشید. حاجی شریف احمد ایدری رو در تصویر می‌بینیم، شخصیتی که کمربندهای کشتی را آنجا گذاشته تا اینکه پهلوانا در این مسابقات در میدان پهلوانی قرار بگیرن. مسابقه بین دو پهلوان آغاز شده. امیدواریم که مسابقه جالبی باشه. میلاد جمشیدی در مقابل سلمان الحق. میلاد جمشیدی موفق میشه که پیروزی رو به دست بیاره در راوند اول. میلاد جمشیدی است که کمر رقیب خودش زمین میزنه. فوق‌العاده کار کرد، عملکرد او استثنایی بود و هم میبینیم دیگه تشویق هم قرار میگیره و در این سمت سلمان الحق رو میبینیم مقابل میلاد جمشیدی راوند اول واگذار کرد و اینجا استراحتی رو داره تا اینکه تا لحظاتی بعد وارد میدان مسابقه بشه. اینجا چهره میلاد جمشیدی رو میبینیم، ورزشکاری که موفق شد راوند اول به برتری برسه و کمر رقیب خودش به زمین بزنه. پهلوان آماده و خوش تکنیک هراتی که موفق شد به بهترین شکل ممکن کمر رقیب خودش به زمین بزنه و پیروزی رو به دست بیاره. و در این سمت از میدان چهره حریف میلاد جان رو می‌بینیم. موفق نشد در راوند اول عملکرد خوبی رو داشته باشه و مسابقه رو در راوند اول واگذار کرد. چهره میلاد جان جمشیدی رو در تصویر می‌بینیم، ورزشکاری که موفق شد در راوند اول به بهترین شکل ممکن کمر رقیب خودش به زمین بزنه و اینجا نشسته تا همچنان استراحتی رو داشته باشه تا مقابل رقیب خودش وارد میدان مسابقه بشه. مسابقات پهلوانی در قند اول هست که میلاد جمشیدی موفق شد پیروزی رو کسب بکنه. راوند دوم تا لحظاتی بعد آغاز خواهد شد. بله بیننده‌های عزیز، میلاد جان جمشیدی ورزشکاری که موفق شد پیروزی را در قند اول به دست بیاره و حریفی رو به دلیل اینکه او در راوند دوم نتونست مسابقه انجام بده قند برای میلاد جان جمشیدی اهدا خواهد شد و این ورزشکار نامدار و این ورزشکار با افتخار کلب پهلوانی انصار موفق خواهد شد تا لحظاتی بعد قند خودش از دستان رئیس فدراسیون کشتی محلی به رهبری حاجی شریف احمد ایدری دریافت بکنه. تبریک میگیم برای میلاد جان، پهلوانی که موفق شد عملکرد درخشانی را از خودش به نمایش بگذاره. بله میلاد جان قند خودش دریافت کرد و در قند اول امروز این ورزشکار یعنی میلاد جمشیدی بود که موفقیت
برانا بشینیم خواهشانه و ارزانه همین یک گوشتی ها خورد در یک طرف انجام خواهد داد. سیفولا کجاییم؟ سیفولا بادو تماشاشیان حاضر در ورزشگاه هم قرار میگیرند. باشه میلاد جمشیدی